اسلام چرا و چگونه؟ پاسخهای کوتاه به مهمترین پرسشهای دینی بر اساس ویدیوهای استاد سید حمید حسینی در کانال کلام. محک عقل و پیامبران دروغین. سلام به شما. خب امروز میخوایم به یه سوال خیلی اساسی بپردازیم که فکر کنم ذهن خیلیامون رو درگیر میکنه. اینکه با این همه دین و ادعای پیامبری مختلف و جور و جور واقعا وظیفه ما چیه؟ آیا منطقیه که بریم تک تک اینها رو بررسی کنیم؟ یکم گیج کننده و شاید حتی نشدنی به نظر میاد. تو این ویدیوها دنبال یه راه منطقی تر و عملی تر میگردیم. قبلا گفتیم که خب احتمال اینکه یه پیام مهم الهی وجود داشته باشه رو باید جدی بگیریم. حالا سوال اینه که چطور تو این شلوغی ادعاها پیام واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بدیم؟ سوال خیلی مهمیه و دقیقاً همونطور که گفتید بررسی تمام این ادعاها خب عملاً غیر ممکنه. و این قسمت هم تأکید میکنه که خداوند همچین انتظار طاقت فرسایی از ما نداره. یعنی این منطقی نیست. منطقی ترین راه همونطور که این ویدیو هم اشاره میکنه اینه که شما اول از همه دینی رو بررسی کنید که باش مواجه هستید. یعنی دینی که توی خانواده، توی محیط، توی فرهنگ شما مطرحه. بالاخره باش سر و کار دارید دیگه. نمیتونید نسبت بهش بی‌تفاوت باشید. خب این شروع خوبیه، یعنی از نزدیکترین گزینه شروع کنیم، اما صرفاً چون یه چیزی رایجه یا ما باش مواجهیم دلیل نمیشه که درست باشه، درسته؟ قبلا هم صحبت کردیم که تقلید کورکورانه یا مثلا تعصب اینا راه درستی نیستن. خب پس معیار چیه؟ با چی بسنجیمش؟ دقیقاً معیار اصلی چیزیه که این قسمت بهش میگه محک عقل. یعنی چی؟ یعنی شما یه ابزار خیلی مهم دارید به اسم عقل. وقتی محتوای اون دینی که باش روبرو هستید و نگاه میکنید باید ببینید آیا چیزهایی توش هست که با عقل سلیم شما، با منطق روشنی که دارید جور در نمیاد. مثلا حرفهای ضد و نقیض، مطالب غیر عقلانی، یا فرض کنید چیزهایی که آشکارا غیر اخلاقی به نظر میرسه. اگه اینجور چیزها رو دیدید، خب نمیتونید به سادگی اون رو به خدا نسبت بدید، چون خدا منبع عقل و اخلاقه. این تشخیص اولیه است که شما با عقل خودتون انجام میدید، حتی اگه همه دور و بریاتون اون رو قبول داشته باشن. پس عقل و یه جوره اخلاق اینا میشن خط قرمزای ما. یه فیلتر اولیه که هر پیامی باید ازش رد بشه. خب حالا فرض کنیم یه پیامی از این فیلتر عبور کرد. یعنی وقتی بررسیش کردیم محتواش منطقی به نظر رسید، غیر و اخلاقی هم نبود. خوب بود. اون وقت چی؟ خب اگه محتوای پیام با عقل و اون ارزش‌های روشن انسانی که میدونید تو وجود همه ما هست هماهنگ بود، اون وقت میشه قدم بعدی رو برداشت. این ویدیو میگه اگه بررسی‌های بیشتر، مثلا نگاه کردن به جزئیات بیشتر یا حتی شخصیت آورنده پیام شما رو به یه اطمینان معقول رسوند که این پیام و آورندش واقعاً از طرف خدا هستن، اون موقع میتونید بپذیریدش. یعنی میتونید بهش ایمان بیارید و به عنوان راهنمای زندگی ازش استفاده کنید. فهمیدم. پس اول فیلتر عقل و اخلاق، بعد اگه رد شد بررسی بیشتر برای رسیدن به اطمینان. اما یه حالتی هم هست، ممکنه آدم بررسی کنه ولی خب نه به یه تضاد آشکار با عقل برسه که ردش کنه، نه به اون اطمینان محکمی که گفتید. یعنی یه جورایی توی حالت شک و تردید باقی بمونه. تکلیف این وسط چیه؟ دقیقاً این حالت هم پیش بینی شده. این قسمت برای این وضعیت توصیه به توقف میکنه. توقف یعنی چی؟ یعنی تا وقتی دلیل کافی و روشنی برای تایید 100% یا رد 100% ندارید، قضاوت نهایی نمی کنید. نه ایمان قطعی میارید، نه انکار قطعی می کنید. در واقع یه جور حالت تعلیق در قضاوت. البته یه نکته جالبی هم این قسمت میگه، حتی تو این حالت توقف هم شما میتونید از نکات مفید و آموزنده‌ای که تو اون پیام پیدا میکنید استفاده کنید، بدون اینکه لزوماً کلش رو به عنوان پیام قطعی خدا پذیرفته باشید. یعنی جنبه‌های مثبتش رو به کار بگیرید. چه جالب. پس 3 حالت شد: رد کردن به خاطر تضاد با عقل و اخلاق، پذیرفتن به خاطر رسیدن به اطمینان، یا توقف در صورت شک و عدم قطعیت.
پس نکته کلیدی اینه. به جای اینکه توی اقیانوس ادعاها گم بشیم، تمرکز کنیم روی پیامی که در دسترسمونه و مهمتر از همه از ابزار قدرتمند خودمون، یعنی عقلمون و وجدانمون به عنوان معیار اصلی سنجش استفاده کنیم. این خیلی رویکرد رو شخصی و عملی میکنه. دقیقاً همینطوره. یه رویکرد خیلی منطقی و قابل اجراست و شاید یه سوال خوب که میشه اینجا مطرح کرد و روش فکر کرد اینه: وقتی میبینید یه پیام نه فقط تو بررسی اولیه بلکه به شکل مداوم در جنبه‌های مختلف با اون قطب‌نمای درونی عقل و اخلاق شما همراستا و هماهنگه، این هماهنگی مداوم، این همسویی همیشگی، اون وقت چه معنایی میتونه برای شما داشته باشه؟ این خودش جای تأمل داره. سوال خیلی خوبیه برای فکر کردن. ممنون. خب از شما همراهان عزیز هم دعوت می‌کنیم بخش‌های قبلی و بعدی این مجموعه رو دنبال کنید و برای بررسی عمیق‌تر به ویدیوهای کاملتر استاد در کانال کلام مراجعه کنید.